میرزا عبدالقادر بیدیل. یک قدمرا از بیدیل از تو تا دامان خاک، در سر مژگان چو اشک استاده هوشیار باش. بینندگان عزیز، عین حال ما در آرامگاه شاعر نویسنده کلاسیک فارس تاجیک استاد ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدیل قرار داریم. استاد در پتن هندوستان سال 1644 به دنیا آمده است. 5 دکبر سال 1720 در شهر دهلی از دنیا چشم پوشیده است. اینجا است آرامگاه استاد میرزا عبدالقادر بیدیل. سبزه بالای کوه از آب دریا غافل است، بینوایان را خدا رزق هوایی می‌دهد. در این سنگ یادگاری نوشته شده است که بر رسم قدرشناسی و با احساس افتخار بی‌پایان از پهنا و ژرف‌های جهان اندیشه، معانی باریک و نظم بلند شاعری عالمیان، پرورده خاک خیرخیز هند ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدیل که سیر تحول ادبیات تاجیک و فارس از فیض شعر ملکوتی او 100 ساله ها برخوردار بوده است، با اهتمام امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هنگام بازدید دولتی از جمهوری هندوستان که با دعوت پرزیدنت جمهوری هندوستان عبدالکرم تشریف آورده است، 6 آگوست سال 2006 گذاشته شده است. بینندگان گرامی قدر، عین حال رسیدیم به یکی از بازارهای کلانترین شهر دهلی با نام چندری چو که مردم بی‌نهایت زیاد است. این بازار مثل بازار کاروان خودمان است، لیکن در اینجا عموما تازگی دیده نمیشه و فکرم که از زیاد بودن اهالی به تازگی و ترتیب نظام کم اهمیت میدهند. تماشابینان عزیز، خودم برای شما یک تا حوله تاجیکی با مزه میپزیم. خطیب برادر عزیزم شنکر. باور کنید تماشابینان عزیز، در اینجا سل و کالابات گم میکنه. همین خیلی مردم زیاد است که باور کنید رهگون میزنید. در اینجا برادران چلپک هندگی میپزن. چلپکش بسیار با مزه است. حالا
در همین خب بازار مثلا تنگ با این قدر ماشینا زیاد هستن که باور کنن راه گشتن نمیشود. هنوز این مزه را میچشن چلپک هندگی را که مزهش چه خیلی است با مزه که بی مزه. مثل چلپک تاجیکی فقط نمک ندارد تمام. در این بازار اومد قاعده ها به خطری دیده نمیشود. سیم های انا برق ببینید چه خیلی بیزه پیوست شدگن. بیزه کوچه و بازار و تنکوچه ها میمون ها رو خیلی زیاد دیدن ممکن است. همین سیم های آویزان با فکر من به خاطر میمون ها آویزانه که در همون سیم ها بازی کنند زیغ نشوند. عزیز ما رسیدیم به پیش خربزه هندگی، لیکن این خربزه نیست. نام این میوه پاپایا بود است. پاپایا مزهش هم کم توچ است. توچ how much 100 rupees. کوچک چوک باز اول ما مزه را میچشیم. اگر ببینیم که با مزه باشه با یک تا خربزه هندگی را ما خرید بکنیم. thank you very much. وقتی خوراکخوری نیست فروزی هم شد داغستان باید که خوراک مردم هندوستان به نهایت تیز است. ما را استعمال کردن نمیتوانیم. از این خاطر یک آشخانه رفتیم که بسیار خوراکاش تیز نیست. نداریم و خوراک میخوریم و از پس کار میشویم. آشخانه که خوراکای تیز نباشد یافتنش به نهایت دشوار است. یکی ما کوفته یافتیم و یکی خوردنش هم به نهایت دشوار. برای که انتظار میشد اینجا جاکی خالی شد بعد دعوت میکنم مرحمت میگه که مرحمت بیاید بشینید بعد خورد. این حال ما انتظار هستیم که الان میزا خالی میشد ما بیرایم. در طرف دست راست من برای آدمان بیکس و بینوا، آدمی که خانه و در ندارن گرسنه هستن خوراک به پول خیر میکنن، تقسیم میکنن.
خب بینندگان عزیز برادر از این روزهای نزدیک کنه توی دامادی عروسی داره لباسای انا شعیر انتخاب داره مبارک 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 باشه مبارک باشه توی در این خانه مبارک باشد با این برادر عزیز با این برادر عزیز با شما دیده بیدار تمنا دارم با شما گنج پرندوار تمنا دارم غم و درد دو جهان کوهیگران را ماند با این برادر شادی توی این خانه مبارک باشد توی در این خانه مبارک باشد سلام هموطنان عزیز سلام به تمام مردم تاجیکستان که بیرون از تاجیکستان در فدراسیون روسیه عموما در تمام دنیا کار میکنید فعالیت میکنید زندگی میکنید سلام به همه شما ما از شما به حد بسیار میnnتدار هستیم که در مدت کوتاه در کانال یوتیوب اسد فیلم در آمده ابونه شدید و ما در مدت کوتاه از 25000 نفر زیاد شدیم ان شاء الله در آینده در همین کانال یوتیوب اسد فیلم برنامه جالب و نوارهای زیبا رو برای شما پیشنهاد میکنیم فقط شما تماشا کنید بینندگان عزیز و حلاوت برید سلامت باشید